ببین تو به عنوان یه کارمندی که الان با کارفرماش اومده پیش من، میخوام فقط یه توصیه رو بهت بکنم. تو دنیای امروز میگن کارمندی در حقیقت میتونه رشد بکنه و فردا عین کارفرمای خودش صاحب بیزینس بشه کسایی که پرواکتیو نه ریاکتیو. حالا اینا فرقشون چیه؟ ریاکتیو یه آدمیه که مثل پی سی کامپیوتر میشینه یه جا میگه مثلا اگر تاسک داری به من بده، من به نحو احسن انجامش میدم، از خودش هم هیچ ایده خلاقانه ای نداره. ولی آدمای پرواکتیو که امروز رشد میکنن و تو همه جای دنیا یه طوری شده که اینها میان و نسل جدید کارفرماها رو شکل میدن، اونها کسایی که تاسک رو میگیرن خودشون 4 تا ایدم بهش میدن، بجز که حالا ایدم بهش اضافه میکنن اگر ایرادی هم از قبل بوده باشه و سعی میکنن خودشون رو مثل صاحب بیزینس و صاحب کسب و کار بتونن با کار برخورد بکنن و کار رو رشد بدن. در حقیقت اگه کار رو رشد بده خودش رشد کرده نه کارفرماش. این تجربه ایه که در حقیقت باعث رشدتون میشه.